باشه و همه سر حال و شاداب اومده باشیم به سمت گونه‌وردی. والا این برنامه آرش نبوده، برنامه بروتبی که مال مسیر بروتبی که نام بچه‌ها بوده اینا که ما 2 سال پیش یه فعالیتی روش داشتیم. خلاصه هر سال میریم دیگه. ولی خب متأسفانه ما کسی رو نداریم که بیادیم که مثلا ما همین قبل از عیدی که برنامه رو رفتیم تو کانال زده بودیم، تنها کسی که به ما زنگ زد آقای مهدی فتاحی بود که گفت کی می‌خوای بری؟ گفتیم که برنامه انداختیم دور جلوتر شیشم میریم چون معرضا فتاحی. آره فتاحی. ما شیشم بعد آقای خدابخش شامتی هم گفتن من میام، پسرشون هم گفتن ما میام. گفتیم خب بیام. شدیم 4 نفر، بعد 5م بود دیدیم این سپر هم به ما زنگ زد و زهرا محمودی هم زنگ زد، کلا شدیم 6 نفر. تو رفتیم ترمینال رو با اتوبوس رفتیم، ساعت تقریبا 3:30 ما اونجا بودیم و قبلا هم که خب اونجا اتاق رزرو کرده بودیم، رفتیم شب اونجا دیدیم آقای گرامی و آقای پیراران و یکی دو تا دیگه هم اونجا نمازستیم، بر بچه‌های باشگاه دماوند هم اونجا بودن که ما فرداش صبح دیگه ما بلند شدیم، بارمون رو بست، شبش بستیم و صبح فکر کنم کوله‌هامون سنگین اومد بودن، نزدیک 16 کیلو بار داشتیم. رفتیم پای مسیر، آقای خدابخش هم با پسرشون اومدن و سپر هم اومد، بارا رو اونجا گذاشتن که ما با آقای فتاحی 2 نفری پای مسیر ببریم. اونجا دیگه نگاه کردیم دیگه واقعا کوله‌مون خیلی سنگین بود، گفتیم خب نمیشه صعود کنیم که ما از این مسیر دیگه رفتیم، همین دست به سنگ رفتیم تا تقریبا طول فکر کنم طول 5م مسیر. اونجا یه تاقچه‌ایه که ما جای دیگه اومدیم رفتیم تو اون تاقچه رو مسئولین گذاشتیم. بعد اون مسیری که بچه‌ها باز کرده بودن سال قبل باز کرده بودن یه خود ایراد داشت، رو رفتیم صعودش کرده بودیم واقعا یاد داشت، یه خود اصلاحش کردیم، رولاشو درست کردیم، کارباشو جابجا کردیم، تقریبا تا ساعت 4 بعد از ظهر ما رو اون گیر بودیم که بعد دیگه نتونیم کوله‌هامون رو بکشیم بالا. فرود اومدیم اون کوله‌ها رو بارکشی کردیم، یعنی با سیستم بالکشی کشیدیمش بالا، ولی خیلی اذیت شد بخاطر اینکه شکاف تا ساعت شکافا گیر می‌کرد، دوباره بعد فرود می‌اومدیم تو جابجاش می‌کردیم. یه خوردیم به شب و شب هم بالا خوابیدیم دیگه، چرا نمی‌گفتیم بمونیم دیگه شب هم بالا بودیم، خیلی شب خوبی بود، گرم هم بود، واقعا خیلی گرم بود. تقریبا ساعت 10 شب هوا ابر شد، یه بارونی زد. تنها شماره که داشتیم مال عباس تهرانی بود. شانس آره. گفتیم زنگ زدیم گفتیم عباس این هوا چجوریه؟ گفت چجوریه؟ گفتم اینجا داره بارون میاد. گفت نه بابا، گفتم داره بارون میاد، چجوری که میشه؟ گفتش که زده آفتاب 1% داره بارندگی. گفتم 1% رو داره بارون. گفتم چجوریه تا کی ادامه داره اینا؟ گفتش که نه این برطرف میشه. واسه ما یه ساعتی نشستیم اونجا دیدیم دیگه بند اومد و هوا صاف شد، مهتاب عالی. گفتیم خب براش یه بریم پایین هم گفتیم ولش کن، بریم خوابیدیم و صبح بلند شدیم دوباره شروع کردیم به یه طول دیگه کار کردیم، اونم یه ذره اصلاحش کردیم اون طول بعدی رو که تقریبا الان 7 طول این مسیر دیگه قابل صعوده. ازش عکاسی کردیم، حتی ممرزا پولیکیش هم کشیده اینا رو همه رو، چند تا میانی خورده، اخبار چی میخواد همه رو کشیده که گفت من میارم، من نمیدونم چرا نیامد. مثلا عکس و فیلم داریم که گفتیم میشده در هفته آینده ما بتونیم اینو قشنگ نمایش بدیم که بچه‌ها ببینن. ولی من واقعا دیدم که این بچه‌ها که واقعا چرا نمیان موقعی که برنامه اعلام می‌کنی، الان برنامه تقویمی ما یه فرمایی رو آقای رضایی زحمت کشیدن، چاپ کردن، دادن، گفتن کسانی که میخوان برنامه اجرا کنن فرما رو پر کنن بدن، که متأسفانه ما هر برنامه اعلام کردیم هیچکی نیومد. آقای خود رضایی هم برنامه اعلام کرد، برنامه مثل همین اتاق برفی و تو زمستون و اینا، هیچکی خودش به خودش زنگ زد که من میخوام بیام. حتی منم بهش زنگ ندادم که میخوام بیام. متأسفانه بچه‌ها اینجوریان. من میگم کسایی که میخوام برن برنامه میخوام برن، تقویم باشگاه رو میخوام،
بنویسم پاشم وایسم دیگه. واسه یه نفر که ما نمیتونیم برنامه بذاریم که میتونی؟ الان ما این همه برنامه، ما خود ما چند تا برنامه اعلام کرده بودم، تو یکیشون اومدن زنگ هم نزدن. خب من مشکل ما باشگاه این مشکل خودشونم. برنامه سبک دوست دارم، خب برم برنامه سبک دیگه بگم ما برنامه سبک دیگه، برنامه گلگشت دوست دارم، بنویسم پاش گلگشت خودش هم برن اجرا کنن دیگه، چون برنامه باشگاه میشه. ولی موقعی که اعلام نمی‌کنن میگن برنامه، خب برنامه باشگاه نیست این